به این حرفا نمیخوری بچه سال، بریم بزنمه. بریم. بفهمی دنیا. آقا دیگه واقعا دیگه داشت زیادی حرف زد، دیگه حوصله دیگه حرفاشو نداشتم. سلام علیکم، خوش اومدید به ویدیو صادق وایتی. لایک و ساب فراموش نشه، تا آخر حتما ببینید. دوست داشتید لایک کنید، دوست داشتید لایک نکنید. حالا لایک هم نکردید مهم نیست، همین که دارید میبینید که خیلی خیلی حمایت بزرگی برای منه. خب بریم ویدیو رو داشته باشیم. حالا دیگه اینجا اولین مچم بود دیگه، اولش دیگه نتونستم خیلی خوب بزنم چون دستم گرم نبود اونجوری که زیاد بزنم. میبینید حالا تیرام هم ریجستر نمیشد اولاش. آره خودتون ببینید دیگه، بعضی از جایشو حالا براتون میگم، توضیح میدم. اینجا خوب بود، خوب زد. من دستم گرم نیست اولاش، دارم میگم بهتون. بله اینجا یه دونه میزنیم و اینا چیزه، این حرکاتی که وایستم برای اینکه بتونم خوب اسپون ترپ کنمه. حالا بعضش میگیره بعضش نمیگیره، آره اینجوریه. خب حالا این اولش که ببین سومین بار دارم میگم که اولش دستم گرم نبود، خیلی عذر میخوام به خاطر اینکه اولش خیلی خوب سطح بازی نبود اینا. دیگه آخرش دوئل دوم دیگه رفیقش وقتی اومد دیگه من ترکوندم دیگه، دستم کامل برای دومی گرم شد. اینا حالا آخرش دستم دیگه گرم شد، نه اولش میخورم معذرت کنم. بله 3-3. اینجا دیگه دیلو کشیدم و دیگه فکر کنم از اینجا به بعد دیگه خوب بزنم، به خاطر اینکه فکر کنم دیگه دستم گرم شده. آره بله اینجا مونده بودیم. آها دیگه از اینجا به بعد دیگه من میزنم دیگه بچه. مطمئن باشید که من پرچم صادق وایتی ها رو میبرم بالا. بله دیگه داره دستم گرم میشه روی پایر و فاسسکوپ و اینا. امیدوارم که راضی باشید. حالا اولین ویدیوم، خیلی هم من چیز نیستم. موومنت های فراوان داشتم حالیه. آها اینجا دیگه زدیم و یک دیگه به بچه. اگه واقعا تا اینجا دیدید دمتون گرم، بخاطر اینکه سطح بازی تا اینجا خیلی پایین بود. اگه واقعا تا اینجا دیدید دمتون گرم، یه لایک بکنید برای عشق داداش، خیلی ممنون. تازه کارم یه ذره ویوم بره بالا اینا. آره دیگه بله. ببینید بذار براتون موضوع تعریف کنم. این یاروه به من رفیقم، خب گفتش که بیا با یکی از دوستام دوئل بزن. من گفتم باش. گفتش که رفیقم خیلی گنده گوزه و اینا. بعد دیگه رفیقشو الان آورده و داریم با هم دوئل میزنیم. بعدش که دیگه نتیجه رو دیدید خود رفیقم میاد پایین، عصبانی میشه. رفیقم میگه بی با خودم هم دوئل بزن. دیگه اونجا دیگه دستم گرم میبینید الان دیگه دستم گرم شده تازه. ای
آها عالی. بله تمام. این آقای خیلی قویمون که مثلا بود میگفت میزنم اینه که خورد. نمیدونم بچه سه رو کنم جنبی و اینا خورد. میریم نفر بعدی ببینیم حالا این چی میگه و رفیقش الان میاد پایین. داداش تو چیت زدی حساب نیم. داداش با چیتری زدی، چیت زدی فکر کردی کسی هستی باهوش کسکش. برو حاجی برو بکنش ها. تاتونو میزنم وایسا. خب بله میریم دنبال یکی دیگه. بچه اینو حتما تا آخر ببینید چون که این دوئل واقعا خیلی دیدنی و قشنگه. قشنگ دیگه دستم هم گرم بود و دیگه تمامه. بچه اگه دوست داشتید ویدیو بعدی رو چیز میکنم، اگه دوست داشتید رونمایی از اکانت میذارم و تخمین اکانت هم میزنم ببینیم چقدر میشه حالا اکانت هم اینا. اینجا میچرخیم دنبال بعد این اولیش میبینید دستم کامل گرم مسلط دیگه تمام. اینجا دستم خود با کل زنم ببخشید. بله میریم شات بعدی. اینم بعدی. بله 3-0. اینا همون کسایی بودن که خواستم ما رو ببرن. جفتتون رو میزنم. بله اصلا معلومه سطح بازی اصلا خیلی بالاه. بله 2 تا میز 3 تا میز بزن دیگه. آی 4 تا میز زیاده یه ذره تعداد بالا میستدیم. بله دیگه اینجا داشتیم. به نظرتون میاد؟ مثل اینکه نیومد. نمیدونم کجاست، نظری ندارم. یه میز 2 تا میز یه بله دیگه با بومش دیگه تریفیه. ولی بچه هم من جبران میکنم این بومبو نترسید. این نیدو من جبران میکنم. اینجا دستم خود میشستم یه حالا به دیگه بهتون ببخشید. بله چند تا میسیگه و چرا دمیج وای نمیدونم هیچ نظری ندارم ها. دیگه بار اول با نید میکشی بار دوم که دیگه نمیتونی با نید بکشی به سر. ولی اینم بعدی اختلاف بزنی زیاده. به به دستم دیگه اینو اینجا رو دیگه ذره جمع شد. اینم بعدی. دمیج بله نیست. آقا من انقدر زایی حرف میزنم به خاطر اینکه من تازه کارم اولین ویدیومه. حالا
درست میشه. یک دو هفته دیگه دستم میاد. ادیتور آخه این ویدیو هم خودم بودم، زیاد چیزی بلد نبودم. اوف، خیلی اختلاف زیاده. بنظرم اصلا جفتشون لفت میدادن میرفتن بهتره. وضع این بود خدا وکیلی. بیا این نیدی بوده چی گفتم جبران میکنم. خیلی موقعیت خوبی هم جبران شد خدا وکیلی. اینم بعدی هر مچی که میزنم مچ بعدیش دستم بیشتر گرم میشه. من کلا عادتم اینجوریه. اینجا دنبال اینمی فایر. تمام. دیگه داریم میرسیم به ثانیه آخر ویدیو. بچه لایک بود، سابسکرایب، یه کامنت خوشگل بذارید دیگه. من تازه کارم، یه ذره هموطنتون رو چیز کنید، حمایت کنید. از هرچی آبرو داشتم و بردی. حداقل من 7 تا زدم. من گفتم این الان میره میزنه. باختید که. ای وای، ای وای، ای وای. تمام.